گام پنتاتونیک، گام 5 صدایی. احتمالاً اگر مخاطب سبک راک، بلوز، متال و سبک‌های در این حوزه باشید یا هنرجوی نوآموز گیتار الکتریک باشید، احتمالاً اسم این اسکیل رو خیلی شنیدید. یک اسکیل بسیار پرکاربرد و اسکیل اساسی در این سبک‌هایی که اسمشون رو گفتم. خب نوازندگان گیتار الکتریک شاید اولین اسکیلی که یاد میگیرن هم به لحاظ صدایی و هم به لحاظ راحتی در اجرا، اسکیلی که الان هم داره صداشو میشنوید، شاید اولین اسکیلی باشه که اجرا میکنن. برای همون خیلی ما آشنایی داریم با این صدا به عنوان نوازنده های گیتار الکتریک. امروز میخوایم ببینیم که این اسکیل به چه شکل ساخته میشه، بر مبنای اسکیل نچرال، اسکیل مینور نچرال یا ماژور نچرال. ببینیم که ماژورش یا مینورش به چه صورته. حالا مینور، ما گام لا مینور رو طبق روال به خاطر اینکه هیچ علامتی نداره، گام مینور طبیعی، همیشه میبینیم انتخاب میکنیم که خیلی ساده تر بتونیم مفاهیم رو انتقال بدیم، وگرنه که همه گام ها رو میشه به همین شکل مورد بررسی قرار داد. گام لا مینور، نچرال مینور به چه صورته؟ لا سی دو ره می فا سل لا. این یک گام مینوره که قبلا در موردش صحبت کردیم. ما چجوری میتونیم اینو تبدیل به پنتاتونیک بکنیم، 5 صدایش بکنیم؟ چی باید از این 7 تا حذف بشه که ما بگیم پنتاتونیک؟ درجه 2 و درجه 6 اگر از یک گام مینور طبیعی حذف بشه، ما مینور پنتاتونیک اون گام رو خواهیم داشت. و در گام ماژور اگر درجه 4 و 7 حذف بشه، ما ماژور پنتاتونیک اون گام رو خواهیم داشت.